نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان روز 16 فوریه سال 2024 در نشست خبری این نهاد که به گفته خبرنگاران امگی 25 دقیقه طول کشید تصدیق کردند که عضو حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع گروه 24 بلال قربانعلیف در بازداشتگاه شهر دوشنبه در حبس پیشکی قرار دارد و به ضدش با اتهام تشکیل فعالیت سازمان افراطی پرونده جنایتی گشودند. مقامات دادستانی درباره این قضیه تفصیلات از این بیشتر ندادند و تنها گفتند که تفتیش پرونده ادامه دارد. معلوم نیست که آیا بلال قربانعلیف که 3 ماه قبل از آلمان اخراج شده بود به وکیل مدافع دسترسی دارد یا نه. بر اساس ماده 307 علاوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان به بلال قربانعلیف برای تشکیل فعالیت سازمان افراطی که فعالیتش با حکم دادگاه قانونا منع کرده شده است همچون جزا تا 8 سال زندان تهدید میکند. حرکت اپوزیسیونی فعلا فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 روز 8 دکبر سال 2023 با نشر یک اظهارات تصدیق کرده بود که مقامات آلمان عضو این گروه بلال قربانعلیف متخلص به عثمان را که از ماه اکتبر در آلمان برای ویران کردن قانونهای بود و باش در بازداشت قرار داشت هنوز روز 24 نوامبر به تاجیکستان اخراج کردند. قربانعلیف یکی از آنهایی بود که در پایان ماه سپتامبر در حمله با تخم به ماشین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر برلین اشتراک داشت و همسفانش حالا از آن در تشویشند که او را در تاجیکستان به صورت ناگزیر به خطر عذاب و شکنجه و حکم طولانی زندان تهدید میکند. بلال قربانعلیف بعد عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از صاحبکاران حزب نیز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اول سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج و در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد، اینک دومین نفر از مخالفان حکومت تاجیکستان است که مقامات آلمان در سال 2023 به تاجیکستان اخراج کردند و این نگرانی‌های زیادی را در بین طرفداران و مخالفین تاجیک که در اروپا پناه بردند به بار آورده است.